رادان روی صخره وایستاده بود و داشت به اون کشتی نگاه میکرد. جایی که قاتلای پدر و مادرش داشتن جشن میگرفتن و خوشحال بودن. و با خودش گفت: ولی اون از کجا میدونست؟ من که هیچ وقت قبلا درباره خودم حرف نزده بودم. انگار ماه بزرگ برای عمل کردن به قولش یه فرصت برای انتقامم جور کرده. از شدت خشم دستشو مشت کرد و فکر کرد: ولی نمیتونم همین الان انتقاممو بگیرم. اونا ابر انسانهایی هستن که قدرت ایزد دریا رو دارن. اگه همه چی از قبل برنامه ریزی شده باشه؟ رادان گردنبند و بالا گرفت و گفت: پس حتما برای این هدیه هم یه دلیلی وجود داره. ماه بزرگ باید همه چی رو بر همین اساس چیده باشه تا کمکم کنه بتونم انتقاممو بگیرم. رادان برای گرفتن انتقامش از اون آدما مصمم بود. مدتی گذشت و رادان شکار گنج رو شروع کرد. اون توی آب شیرجه زد و قدرت جادویی گردنبند فعال شد. هدیه ماه بزرگ عینک آمریتا بود. این هدیه به رادان اجازه میداد عتیقه‌های اعماق دریا رو به راحتی شناسایی و پیدا کنه. عتیقه‌های خاصی که پیدا می‌کرد هم تونستن کمبود قدرتش رو جبران کنن. حالا دیگه غروب شده بود. رادان از دریا بیرون اومد و گفت: احمقانه بود که فقط بخوام سپاسگزار باشم. ماه بزرگ به قولش عمل کرد. نه تنها هدف انتقاممو مستقیم جلوی روم گذاشت، بلکه قدرت انجامش رو هم بهم داد. و ادامه داد: الان کاملا میفهمم منظورش از اون دستوری که توی نامه نوشته بود چی بود. قصد واقعی اون اینه که انتقاممو بگیرم و کنترل مجمع الجزایر هفتگانه رو به دست بیارم. بعد یاد حرفهای یوتیا افتاد که گفته بود: دیدی؟ بهت گفتم. پس هیچ وقت فراموش نکن که همه چی برای ماه بزرگه. رادان هم این جمله رو توی دلش تکرار کرد. برای ماه بزرگه. یه زمانی این جمله هیچ حسی بهش نمیداد، ولی حالا کم کم داشت به شکل نوری از اعتماد توی قلبش حک میشد. در حالی که به ماه آبی نگاه میکرد گفت: همه چی برای ماه بزرگه. 3 ماه بعد با فروکش کردن گرمای طاقت فرسای تابستون، پاییز از راه رسید. فصلی که گردهمایی بزرگ اجتماعی اشراف آستریا توش برگزار میشد. آلن هم مجبور بود توی این مراسم شرکت کنه. با خودش غر زد: شرکت اجباری هر 4 سال یه بار. خدایا متنفرم از این. چند دقیقه بعد 2 کالسکه به کالسکه اونا ملحق شدن. ایوان گفت: طبق برنامه کالسکه های خاندان کرایلد و ادورن به ما ملحق شدن. آلن گفت: آها، و با خودش فکر کرد: متحد شدن که به پست راهزنها نخورن. چه فرهنگ رومخ و عجیبی. اما چیزی که آلن اون عصر فهمید این بود که نجیب زاده ها از راهزنها هم مشکل بزرگتری بودن. 2 نجیب زاده مدام داشتن مسخرش میکردن. کانت پالاشیو، چطور ممکنه فقط یه محافظ همراهت باشه؟ به نظر میاد اوضاع مالی داغونه، چون شانسی به این مقام رسیدی. آلن سعی میکرد بهشون توجه نکنه. باید جلوی خودمو بگیرم. تو رو خدا گمشین برین یه جای دیگه و پشت سرم حرف بزنین. البته منطقی بود که اونا اینطوری فکر کنن. قدرت و ثروت خاندان پالاشیو از تسلطش روی دنیای زیرزمینی وسیع شرق می اومد. اما آلن از وضعیت فعلیش راضی بود و عملاً همه تجارت‌های دنیای زیرزمینی رو کنار گذاشته بود. در حالی که روی تخت نرم لم داده بود فکر کرد: به هر حال از راه‌های دیگه به اندازه کافی پول در میارم. دنیای زیرزمینی هم زیادی خطرناکه. عمرن سمتش برم. همین باعث شده بود دنیای زیرزمینی شرق پر از شغال‌های گرسنه‌ای بشه که می‌خواستن از خالی شدن جایگاه پالاشیو سوء استفاده کنن. شایعه این که آلن فقط از روی شانس محض کنت شده کم کم به یه باور عمومی تبدیل شده بود. آلن فکر کرد: از قبل میدونستم قراره از مغز متفکر کنت نشین به یه بچه ننه خوش شانس تنزل پیدا کنم. ولی رفتار این 2 واقعاً رو مخه. اون 2 نفر همچنان ادامه میدادن. خیلی سخته ببینیم بی پول شدی. اگه کمکی خواستی فقط بهمون بگو. آلن توی دلش گفت: فکر نمی کردم مردم شروع کنن انقدر علنی بهم توهین کنن. این 2 برای این کارا زیادی پیر نیستن؟
بعد کمی فکر کرد و ناگهان متوجه چیزی شد. اونا حتما قربانی‌های پالاشیو هستن، نه؟ وقتی پالاشیو توی رأس بود، احتمالاً یه مشت نوچه داشته و این دوتا هم جزوشون بودن. برای همین دارن تحقیرهایی رو که قبلاً کشیدن سر من خالی میکنن و از روی کینه اینطوری مسخرم میکنن. ولی من که اون آدمی نیستم که تحقیرشون کرده. حس میکنم فقط دارم با یه مشت بچه سال روبرو میشم. دلم میخواد مثل بچه‌های رومخ فامیل بگیرم خفشون کنم. همون موقع ایوان با یه کاسه ذرت اومد. عجب آدمای بیکاری هن اینا. هنوزم دارن زر میزنن. آلن گفت ایوان کجا بودی؟ ایوان جواب داد اینا رو همین الان از آشپزخونه گرفتم. چند تا بلال کبابی. آلن لبخند زد. دمت گرم، خدای هوس کرده بودم. توی غروب‌های سردی مثل امشب خیلی میچسبه. اون دوتا احمق هنوز دست بردار نبودن. نه سرباز داری نه پول. آخه به خودت میگی کند؟ کالسکتم به داغونی خودته. آلن در حالی که ذرتشو گاز میزد و فکر کرد اینا دیگه دارن شبیه رپرا میشن. عملاً دارن به هم دیس میدن. بعد به ایوان گفت این ذرتا خیلی خوبن. ایوان گفت آره، اما اگه یکم کره هم داشتن دیگه عالی میشدن. در همین حین در شمال سرزمینی بی پایان از سرمای استخوانسوز که به دست بربرها بلعیده شده بود. جایی که فقط نوری خاکستری و نفرین شده وجود داشت. نوری که انگار فریاد میزد هیچ نشونه‌ای از زندگی اینجا باقی نمونده. مرد زخمی روی زمین از درد ناله کرد. اون عوضی‌های کالیبران هیچی از افتخار نمیفهمن. اون مرد کلخان بزرگ بود. یکی از 8 رئیس قبیله بربر. بربرها مردمانی بودند که جنگ رو میپرستیدن و برای اونها مرگ در میدان نبرد بالاترین افتخار ممکن بود. اما کلخان توسط یکی از شوالیه‌های کالیبران فریب خورده بود. کسی که ادعا کرده بود میخواد یه دوئل شرافتمندانه داشته باشه، اما از پشت بهش حمله کرده بود. کلخان از درد ناله کرد. چه بلایی سر کورگا از دشت برفی اومد. بعد با صدایی ضعیف ادامه داد. کورگا، دوست من. سرنوشت شرماوری نصیبم شد. اونقدر شرماور که حتی موقع مرگ هم نمیتونم چشمامو ببندم. ناگهان صدایی شنید. برادر، صدام کن. اسممو صدا بزن. نامی که میپرستی، اسم من. کلخان زمزمه کرد. آلتروس. بعد روی تنها دستی که براش باقی مونده بود بلند شد و فریاد زد. ایزد بزرگ، آلتروس! ما جرأت میکنیم نام شریف تو رو بر زبون بیاریم. آلتروس که از بالا اونو تماشا میکرد گفت. بله، من آرزوتو برآورده میکنم.